خیلی از شما از ما خواسته بودین که نحوه کار کردن این دستگاه رو بهتون توضیح بدیم. امروز با هم یه هولوگرام آنباکس میکنیم و نحوه کار کردش هم به شما آموزش. داخل جعبه وقتی در رو باز میکنین یه کاتالوگ هست و گارانتی دستگاه. برگه گارانتی براتون مهر و امضا میشه. 1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش داره. روی این کاتالوگ که میبینید یک QR کده. وقتی که اسکن بکنید نرم افزار دستگاه رو میتونید دانلود کنید. وقتی که نرم افزار رو باز میکنید محیط نرم افزار به این صورت است و شما اول باید دیتای موبایل رو خاموش کنید، وای فای دستگاهتون رو روشن میکنید و در بخش وای فای 3D به شما نمایش داده میشه و وقتی به دستگاه کانکت شدید محیط نرم افزار به این صورته و کاملا شما دسترسی کامل به همه نقاط نرم افزار خواهید داشت. و از قسمت به علاوه میتونید عکس، فیلم، 3D تکست یا هر چیزی که بخواید رو وارد دستگاه بکنید و اون رو نمایش بدید. به طور مثال من در قسمت فوتو لوگوی آیما تکنولوژی رو انتخاب میکنم و کامپلیت رو که بزنید به صورت دایره میتونید اون رو انتخاب کنید و استارت رو بزنید. یک اسم هم براش انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید و فایلتون آپلود میشه.